با سلام خدمت شما دوستان، همکاران عزیز و کلیه کسانی که پیج ما رو دنبال میکنید. ببینید عزیزان من، برای استحصال یک خاک و رسیدن به شن چند تا کار نیازه. یکی این که اول سنگی که انتخاب میکنین قطعاً باید عقیم نباشه. بعد از اینکه سنگ انتخاب شد، سنگ رو میاریم خردایش انجام میدیم، نرمایش انجام میدیم به همین روالی که حالا من توی فیلم براتون گذاشتم. میتونین اول خردایش اینجوری انجام بشه، نمونه هایی که میدونین حالا بیشتر ارزشمنده مثل این نمونه که همراه با پیریت های طلادار هستش رو جدا بکنین. بعد به این صورت خردایش رو انجام بدین و یه مقداری دیگه باز نرمایش انجام بشه که بریم برای مرحله بعد. اونجا حالا بهتون میگم چه اتفاقی تو مرحله بعد میفته که ما بتونیم خاک بهتری رو داشته باشیم نسبت به این قضیه. بعد از اینکه خردایش نرمایش انجام شد، میریم برای سوزوندن مواد زاید مثل پیریت ها، کالکوپیریت ها که در داخل سنگ هستن و گول زننده هستن اینها. ببینید هر کسی بگه من گول نمیخورم توی این قضیه یا فریبی نمیخورم، دروغه. چون پیریت ها و کالکوپیریت ها بسیار گول زننده هستن تو لاوکشویی. زمانی که شما با یه هواگاز معمولی دستی که مثل همین کاری که الان ما داریم انجام میدیم شما انجام بدین، تمام اون مواد زاید، موادایی که عرض کردم خدمتتون گول زننده باشه از بین میره و بعد میاریم اینجا به صورت لاوکشویی. ببینید بعد از اون مراحلی که انجام شد دیگه شما بعد از اینکه میایین لاوکشویی انجام میدین، طلاهایی که داخل ظرفتون مثل الان داره کاملا دیده میشه. ببینید طلاها بسیار ریز و پلاسری نیتیو، دیگه مواد زایدی نداره که گول زننده باشه چون همه رو از بین بردین از قبل و یک خاک یک دست آماده دارین برای به دست آوردن طلای خالص. همینطور که مشاهده میکنین حالا در فیلم این مقدار چون طلاهای پلاسری کمتر دیده میشن، اما ما سعی کردیم طوری فیلم برداری بشه که باز هم بتونید ببینید. بسیار ریز هستن اما دیده میشن داخل فیلم. ما تمام سعیمون بر اینه که انشالله بتونیم شما رو در مسیری قرار بدیم که مسیر درستی باشه، هزینه کمتری انجام بدین، گول این شرکت ها رو نخورین که میگن آقا بیاین پکیج بگیریم فلان. نه، همین آموزش هایی که ما میذاریم انشالله موفق میشین. با امید دیدار مجدد، موفق و مؤید باشید عزیزان من.